خب یعنی الان آقای زاکانی که مدرک دکتر هسته‌ای دارن شما نکنه، بله. ولی شهردار تهرانه، این جریان نفوذه؟ ایشون نباید شهردار بشه. چرا؟ برای اینکه بلد نیست. ببین برادر عزیز من سال 1362 شهردار یکی از شهرهای کوچک لرستان شد. تا 10 روز من آموزش ندادند توسط یکی از شهرداران زمان گذشته، حکم منو ندادن. چطور یه شخصی که هسته‌ای خونده میاد شهردار پایتخت میشه؟ خب معلومه که بلد نیست. این وضعیه که امروز تو تهران ما میبینیم. شما یه کار عمرانی تو تهران میبینید؟ میبینید واقعا؟ مدت اخیر فقط یه سری دیدیم جا خیلی جا اینجا آسفالت شده سازمان تبلیغات. یعنی مأموریت سازمان تبلیغات تغییر کرده. شهردار تهران مسئول سازمان تبلیغات. کاری انجام نمیشه. ما میفهمیم. منی که شهردار بودم 12 سال، منی که 4 سال عضو شورای شهر تهران بودم، میفهمم در زیر پوست این شهر چی میگذره. تهران رو میشناسید؟ تهران میشناسم. میشناسید؟ به همین منظور کاندیدا شدم. الان مثلا اینجا بخوام بریم سمت مثلا حکیمیه تهران پارس، چقدر طول راهی؟ اگه ترافیک نباشه 20 دقیقه. ترافیک باشه 2 ساعت. با چی میرید؟ همین ناترازی نگاه کن ببینید. هی میگن انرژی ناترازی، تورم ناترازی، بانک‌ها ناترازی، نمیگن وقت ناترازی. وقتی که الان تو تهران تلف میشه اینم یه ناترازیه. میگم 40 سال پیش یه استاندار به نام امیر عابدینی که بعداً هم شد مدیر عامل پرسپولیس، این استاندار ما بود، مهندس هم بود. تا من آموزش نداد، تا کاملا باور نداشت که من میتونم یک شهر کوچکی رو اداره کنم، به من حکم نداد. اما شورای شهر تهران رقیب آقای زاکانی کی بود؟ آقای دکتر مازیار حسینی، 12 سال معاون آقای قالیباف، تحصیل کرده خارج، دکترای مهندسی، دکترای طب. ببین رأی نمیدن. من همون روز با یکی از اعضای شورا زنگ زدم، گفتم آقا به آقای حسینی رأی بدید که شهر اداره کنه، بفهم شهر چیه. شهر یه موجود زنده است، داره زندگی میکنه. شما کی دارید شهردار میکنید؟ آقای زاکانی باشه وزیر، مثل آقای بسپاش، مثل آقای امام اسلامی و ارشاد، ولی وزیر شه. شهردار تهران شوخی نیست. شهردار تهران شهردار پایتخت. ببینید تهران پایتخت، هر اتفاقی تو تهران بیفته تو استان‌ها میفته، تو شهرها میفته. در نتیجه الان به نظر من تهران مریضه، روز خوشی نداره. اصلا خودش داره صدا میکنه، این شهر داره حرف میزنه، میگه به داد من برسید. شورای شهر تهران آچمز شده، نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه تذکر بده، نمیتونه استیضاح کنه، نمیتونه عزل کنه. خب چه شوراییه؟ خودشون میان به من میگن که شورای 4 شورای خوبی بود، کار حرفه‌ای میکرد، کار فنی میکرد، بلد بود چیکار کنه، ولی ما الان نمیتونیم کاری بکنیم. شما الان از تهران نماینده شدید، کاندیدا شدین، به واسطه اینه که تهران خوب میشناسین؟ ببینید درد تهران خوب میفهمید؟ ببین به من عرض کن. وظیفه یک نماینده یه وظیفه کشوری داره، یه وظیفه ملی داره. ولی من قاطعانه عرض میکنم به مردم عزیز تهران، من به خاطر مردم تهران و شهر تهران کاری داشتم و اگر رأی بیارم و برم مجلس، بیشتر وقتم معطوف میکنم به مسائل و مشکلات تهران. برادران انقلابی، شما رفتید فرهزاد، شما رفتید دره اسلام آباد، شما رفتید خیابان طیب، شما بریانک بلدید؟ نرفتن. آقای چی ما کوچه داریم، وقتی کسی از رو فوت میکنه از پشت بام میارنش، راه ندارن. تو محله طیب من رفتم بازدید. این کارتون خوابایی که تو تهرانه چرا جمع نمیشه؟ این کودکان کار در 4 راه‌ها چرا جمع نمیشه؟ چرا جمع نمیشه؟ بگید. توانش ندارن، نمیخوان یه دوست دارن باشن. اونا هم لیدر دارن.
اونا هم لیدر دارن. این رانتایی که در قسمت‌های دیگه کشور خورده میشه اینجا هم لیدر، خودم دیدم لیدر دارن. با ماشین اینا رو میارن سر چهارراه میذارن، 1% جزئی به اونا میدن، بقیه‌شو میبرن. زباله جمع کنه هم همینه. زباله جمع کنه هم همینه. یه باند یه مافیاست. یه مافیاست. یه مافیاست. میشه یه ذره بیشتر در این خصوص صحبت با یه کنی؟ مافیاست. توضیح شما تو نمیخواد. شهرداری بودی بهتر من می‌دونی. شهرداری بودم. من اون موقع یه پیشنهاد دادم، متاسفانه رأی نیاورد. گفتم با این رو بیاریم جذب کنیم، بهشون حقوق بدیم. زباله رو برای شهرداری جمع کن. اصلا کیلویی ازشون بخر. کاری داره؟ ببین بودجه امسال شهرداری تهران چقدر؟ مستوعبش 70,000 میلیارد تومان که به نظر من تا 90 تا هم میره. 90,000 میلیارد تومان کجا هزینه میشه؟ چیکار دارن میکنن؟ همین. باید پرسید. من یه سوال دیگه از شما دارم. در قانون بودجه شهرداری تهران باید هر 6 ماه یک بار شورا به مردم گزارش بده. بگه اینقدر درآمد داشتیم، اینقدر هم هزینه کردیم. و مردم اینو ببینن، تو سایت بذارن. اما نمیذارن. تر شفافیت هم که هنوز ما دنبال شفافیتیم. نه آقا، من یه گله هم از شما دارم. شما دنبال شفافیت هستید در رأی مجلس. آقا اون چیزی نیست. شفافیت باید در چرخش مالی این کشور باشه. شفافیت باید در هزینه هایی که اتفاق میفته توی این کشور باشه. اون شفافیته. خب کی باید اجرا کنه؟ دولت، دیوان محاسبات، همش مکانیزم داره. خب رسانه چقدر بگه؟ خب رسانه باید بگه. ببینید رسانه چراغ راهنمای کشور. اگر رسانه تضعیف شد، کشور تضعیف میشه. حق مردم خورد میشه. نمایندگی میکنید شما.